آقا ساخت بیار بالا، ساخت باربیکیو. حالا اکثرا این چیزی که درست میکنن نصف میکنن، درش نصف باز میشه. این چیزی که من فکر کردم 1/4 از درش رو باز کنه، خورش لولا بخوره که هم حرارت بچرخه، اتلاف حرارت نداشته باشه، هم لحاظ استحکام بتونه استحکام بیشتری داشته باشه. خورشش 1/4. این هم که کپسول شارژ یخچاله، اون اضافه داشتیم اینجا، گفتیم باشه باربیکیو درست. چی باشنی؟ هم ماهی باید بکردیم باربیکیو